فایر گیمینگ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. رو هم در اتچمنت چیدر کوشو بتونم فقط 117 لوام بتونم نشون بدم. شون رفت خیلی از ایونت هایی که اومد بودن رفتن. حالا یه گردنم اضافه شده. خواستید بزنید من که ارزشی دوش نمیبینم. اینم گان لژندیه که بهتون قول دادم که اگه یه کاشیم براتون میخرمش. یعنی اسم سی بله چیکانی $24. آره درست گفتم؟ نه $25. خب بریم اتچمنت ها رو بهتون بدیم. حالا صبر کنید. ببین بچه‌ها شما گفتید داخل دورتون مولتی پلیئر هم گفتید الان تازه رنگ ریزت شده. گفتید چون تو مولتی پلیئره ببینید این علامت تون رو ببین. گفتید چون مولتی پلیئری از پلیت برام بذار. ببین بچه‌ها خیلی وقت میبره. یعنی مثلا بخواید ببین کسایی که دیدید اتچمنت مولتی میزنن با پلیشون میکنن ولی خیلی حالا نمیخوام توهین کنم اونو ولی خیلی وقت میبره واقعا. یعنی زمان ویدیو رو مثلا بخواد 30 دقیقه باشه میکنه 1 ساعت. اینش خیلی بده. من خاطر همین گفتم دیگه از همینجا بذارم که دیگه شما میبینید ببینید. حالا ببین چی بهتون میگم چی می‌خواستم بگم. ها 14 لودات حالا نداره نمیدم. حالا همون 10 لودات میگم نداره دیگه. حالا اسنایپر باشه حالا بعدن شاید بهتون گفتم. گان اولمون گان فنکه. چی گان دهمون ببخشید خیلی معذرت. گان فنک گان قدرتمندیه. صداشو بستم که دیگه صدا زیاد نکنم. از ویدیو قبل ببینید چقدر خوب میزنه. لازم فایر همیشه خیلی گوشیم لگ میزنه. تو صدا بزنه بالا نداره یالا. و کمش کنم ناموسم. کمتر آجی. چو ببینید پشمه. بچه این سریع ازش میزنم. این اتچمنت فنکمون رو ببینید فایرشان. این اتچمنت چه بریم باید اتچمنت بعدی خیلی میخوام سریع بهتون بدم که دیگه وقت تلف نشه. بی 5 بهترین گانه پول مرحله آخرمونه واقعا. اون خشابش تیراش پایینه. میخوای خشاب رگباری برید اگه رو سنستون سنستون چیزی چی بهش میگن مسلطی در باید سنستون مسلط هستی چی دونه بذارید. میخوام زمان ویدیو هم خیلی زیاد کنم براتون که بگید به فایر زمان ویدیو هم میگیرونید هی فایر ها رو چی توی مهاجی فایرات هم گنگم خوبه بالا. خب این هم اتچمنت پی 5 بریم اتچمنت بعدی. بچه ها واقعا اصلا یو اس اس 9 همون یوزی بهترین. اصلا ببین بچه ها این تازه پا ببین هد بزنی تموم. 2 شات بعضیش میخوابن 20 خوابون بالا. واقعا مثل متیکشه. واقعا این متیکشه. چرا سنس هم زیاد من سنس هم جور شده. مثلا به اون دکمه هست که سنس و اینا رو بر حالت اولشون واسه اونو بده زدن به اون کلا اصلا سنس و چی هم باید. بچه ها این هم اتچمنت یوزی مونه. بریم اتچمنت بعد گان هفتم اوتلاو. اوتلاو خیلی گان خوبه. این دوبل کیلو میسته هم بدی با این کار. این دارک اسکوپ خورده بود شانس من. حالا این دارک اسکوپ خورد بازم نه بابا دارک بزنم ریجسته جدی نشد. یعنی بسته اسکوپ بدیم. این هم از این وای اوکی دوبل رو زدی هم دوبلش کنم کیف کنیم. این هم دوبل کنیم نشد. سه دمیج شد. مخواه دوبل. این هم اتچمنت اوتلاو. هر کدوم 30 ثانیه 40 ثانیه الیجی. بچه ها این سیزن خیلی این گانو باف کردن. 2 تا تو هد بزنید تموم وان شات. ببینید این اچس 1 2 نه 1 2 دوبل کیلو کیف کردی تموم. ببین تموم شد.
عزیزان خیلی گانو باف کردن. یه هیفارش هم مثلا ببین فکر کنید اسکیس رگباری دستون همین دوتا دیگه. خیلی خوبه سیوان شاتش اصلا بیشتر دوله با این گان بردم. الان میرم آتش متوجه فقط نگوید چقدر خوبه. خوبه باشه یارم 15 14 این هتش چوریه سرکالا بریم بر آتش بعد MG42 مثل متیکش عمل میکنه این اتچمنتش و گان آبی هم هست اصلا هیچ فرق میکنه دیگه نداره. اپیک و اینا نداشتن گام خیلیتون گان اپیک یا لژند و یا میتیک نداشته باشید واقعا مثل من لژند دارم و میتیک بلنس نمایز وکانت من چی داره بخوام برشتون رو نمایی کنم. وکانت من چیه کوبه و 80 تاش اپیک داشته باشه یعنی فقط گان اسکی دم حالا چقدر می داشته باشه دابل کیلی اوکی یه خوب این هم اتچمنتشه. بریم اتچمنت بعد تایپ 19 خیلی گان خوبی از سیزنی که اومده الان گان بسیار خوبه تایپ 19 و دید داخل دوله یوتیوبرها همه ازش استفاده میکنن من جمله خودم خیلی گان دوست دارم. فیلم میزنم رگباری نمیگیرم این با 6 تا تیم میتونیم وان شات کنیم نشد رگباری گرفتم روش خانم مثلا 6 تا اوکی. این هاد منه خواستید ورش دادی هاد منو 4 انگشتی ها این هم اتچمنت داشته. بریم اتچمنت بعدی M13 که خودم این اتچمنت جا داشتم و خیلی اتچمنت خوبی M13 اوه 13 کم دیگه اوکی. این هم اتچمنت M13. بریم کنه بعدی دیل که حالا این دیل این اتچمنت سنگینش میاد باشه. این اتچمنت چقدر بزرگه این اتچمنت سنگینه باشه اتچمنت عادیش الان این داخل داوی براتون میذارم این اتچمنت سنگینش مزیت خوب باشه نمیدونم ولی خوبه اتچمنت بسیار سنگینشه. دارک اسکوپ اینا خوبه بیشتر نمیشه خوب زد. سنگین شد و اتچمنت سنگین اوکی. این هم بخوره خورد کجا هیفاره داریم میخوره اوکی هیفاره این اتچمنت بسته است واقعا سنگین هم چه هیفاره میخوره اوکی این هم اتچمنت دیگه گذاره هیفاره از دوره فکر کنم میگن ببین برای LW این هم اتچمنتشه ببین اتچمنتشو بسید این اتچمنتشه بخشی یارم رو ببین برای LW3 گان آخر تندرا اصلا فوق العاده است قیلقش دستتون بیاد اصلا انگار که همه رو میزنید ترکوش به این میگن واقعا این مسئله اصلا کیف میره از پینگم ببخشید دوبل کیک میزنم بس دوبل کیک ریش کنم نشد من نمیشه مثلا دارک اسکوبه مثلا نیمه اسکوبه دونو باز کنید و بگید میخوره نه اونجوری نمیخوره اوکی این خود تشریف فایر میزنیم
تیفایرام خوب میخوره. رو تیفایرام کار میکنه. اوکی شما میت میدم شاید از نوبه سرشم بخشید. اینم اتچمنت لول چیز تونجا گان آخرمونه. بریم داخل لابی دیدش اتچمنت. بریم داخل لابی تو بزن. میگم لابی این قسمت تمرینی میشم این گرو لژند حالا اتچمنت کوچیک است. نبین اتچمنت ایفار بود. نه این اتچمنتشه. خب نه حالا اتچمنتی که من برای اسنایپ بهتون میدم اتچمنت کوچیک میخواید و این باز کنه سری این اتچمنتی که الان میدم سری امید این فوق العاده است. این اتچمنت اینم مثل جرو اسکوبر حالا من زیاد دوست ندارم اونا. و حالا بریم اون گانایی که بهتون کنم. حالا میگم 4 دلوتات براتون حال کنید. AK 117 این اتچمنت AK 117 فوق العاده است. واسه مولتی دارم. حالا خواهید این ردات هم نظر جو شده مهم نیست. ذخیرهش نمیکنم. یه گان دیگه هم داخل اسمجی هاست. لگه پیداش ببزیم ایناش مکتن باشه. اینم اتچمنت مکتن هم فوق العاده است. این مکتن داخل مولتی خیلی فوق العاده است. همینه بود اتچمنت ها. اتچمنت ها هم بذارم براتون. این لوکاس هم دارم. این اتچمنت لوکاس سری اسکین بگید. توندرا گان سوم M13 اتچمنت ها هم که گفتم. تایپ 19 MG LAG Outlaw USS9 یا UZ9 BP50 گان دامن FEC یا فنه من بگم FEC. حالا رنگاش هم هیچ کدوم داره ندارم. من چی نوام تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.